افسوس به حال او مردمی که داد از دین مقدس اسلام میزنه، داد از عقیده کتاب الله قرآن میزنه، داد از پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم میزنه، اما باز هم شانه به شانه، دست به دست، کمر بستگی همچو دشمن اسلام میکنه و از وا دفاع میکنه و سخنان از وا را تایید و تمجید میکنه. خود حربه و وسیله جور شده، شمشیر جور شده علیه عقاید اسلام، علیه افکار اسلام، به نشر و اشاعه افواهات و نعوذ بالله گپای دروغ که به اسلام وابستگی نداره بچسبانه به اسلام نامبد کنه. که امروز شما موضوع جنگ فکری را باید مطالعه بکنه که چه قسم ای دنیای کفر وارد صحنه مسلمان ها میشه و با کدام عنوانا میخواه ضربه به اسلام عزیز وارد بکنه. دنیا محل امتحان است، در این شک نیست. همه ما مسلمان ها مورد امتحان الله سبحانه و تعالی قرار میگیریم. مواقف بزرگ و مواقف خطرناک الله سبحانه و تعالی در زندگی ما و شما پیش میکنه. ما و شما را میازماید که در کدام مسیر و خط قرار میگیریم. بیت المقدس کدام جای است؟ دنیا نمیشناسه که بیت المقدس کدام جای است، کدام مقام است، چی منزلت و مکانت در دین اسلام داره. ارتباط تمام افراد مسلمان در گوشه گوشه جان با بیت المقدس از نگاه عقیده هست، از نگاه دین است. تعلق ما، رابطه ما با بیت المقدس و فلسطین از روی از این است که یک سرزمین مسلمان است. نه، ما آنقدر رابطه قوی عقیدوی در اونجا داریم، عقیدوی داریم. بعد از مسجد حرام، یعنی بعد از کعبه، دومین مسجدی که در روی زمین برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده بیت المقدس است. دومین مسجد که در روی عبادت الله شد. محبت جایگاه وحی انبیاء علیهم السلام است، مرکز امامت انبیاء علیهم السلام است، جایی که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ثبوت جایگاهش که حتی برای انبیاء علیهم السلام در روز قیامت شفاعت بکنه، در دنیا باید امامت برای انبیاء علیهم السلام بکنه. امام اعظم محمد رسول الله، الله انبیاء را زنده میکنه، قطش جماعت میکنه، دمی بیت المقدس جماعت میکنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. حضار عزتمند و گرامی، در روزها شما شاهد زمزمه های از طرف دنیای کفار هستی که سردمدار بزرگ شیاطین و دشمن اصلی مسلمان ها، کسی که امروز یک کتاز در جهان خود میگیره و مراکز اسلام مسلمان ها را به عنوان های متنوع و مختلف در هر جا به بهانه ها سرکوب کرده است. آواز حق پرستی و آواز آزادی مسلمان ها را در گلویش فشار داده، نمیگذاره که حتی حقوقی خود مطالبه بکنه. امریکا را براتون میگم، منافق بزرگ دنیا، کسی که واقعا امروز مسلمان ها را به کدام حالات مبتلا ساخته، از رهبر ازوا و رئیس جمهور ازوا این کلمات به زبان آورده میشه که بله پایتخت اسرائیل
اولاد خنزیر و قرده و شادوها ذلیل‌ترین طبقه در بین انسانها از امو مردم یهود است. میگه مرکزش باید بیت المقدس باشه از اسرائیل. این گپای عادی نیسته. این گپ اتفاقی و ناگهانی نیسته که ناگهان از دهن رئیس جمهور یک مملکتی که امروز یک تاج جهان خود میشماره از دهن از او برآید. این گپ سنجیده شده هست. این گپی است که آرزو و آمال تمام دنیای کفر است. تمام دنیای کفر مرکزی واقعی اسلامه که در اونجا مسلمان ها به امن و امان عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام بده. نمیگذارن که مسلمان ها دیگه قادر به ای باشن که عبادت الله را انجام بده. یکی پی دیگری با دسیسه های متنوع و مختلفه. حقیقت ها بعدا آشکارا میشه. پس آنها مرور زمان خود به خود سیاست دروغ جهانی را بر ما برملا می سازه که جهان در صدد امن و امان هستند یا در صدد فتنه انگیزی و نعوذ بالله تشنج و شقاق و نفاق هستند. کدامش است؟ به مرور زمان این مسائل خود به خود هویدا و آشکارا میشه. ولی افسوس به حال او مردمی که داد از دین مقدس اسلام میزنه، داد از عقیده کتاب الله قرآن میزنه، داد از پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم میزنه، اما باز هم شانه به شانه، دست به دست، کمر بستگی همچو دشمن اسلام میکنه و از وا دفاع میکنه و سخنان از وا را تایید و تمجید میکنه. خود حربه و وسیله جور شده، شمشیر جور شده علیه عقاید اسلام، علیه افکار اسلام، به نشر و اشاعه افواهات و نعوذ بالله گپای دروغو که به اسلام جوابستگی نداره بچسبانه به اسلام نامبد کنه. که امروز شما موضوع جنگ فکری را باید مطالعه بکنه که چه قسم ای دنیای کفر وارد صحنه مسلمان ها میشه و با کدام عنوانا میخواه ضربه به اسلام عزیز وارد بکنه. دنیا محل امتحان است، در این شک نیست. همه ما مسلمان ها مورد امتحان الله سبحانه و تعالی قرار میگیریم. مواقف بزرگ و مواقف خطرناک الله سبحانه و تعالی در زندگی ما و شما پیش میکنه. ما و شما را میازماید که در کدام مسیر و خط قرار میگیریم. نه تنها افراد، از ما که در اولتر حکومت هاست، انجمن های بزرگ که امروز به نام انجمن اسلامی یاد میشه، یا مورد امتحان بزرگ الله سبحانه قرار میگیره. و امتحان الله سبحانه و تعالی به این خاطر نیست که ما را ذلیل بسازه. ما خود از ذلیل ساختیم، از دین الله سبحانه و تعالی فاصله گرفتیم. امروز در مجامع اسلام وقتی بروی سر بزنی بشماری اخلاق اسلام، یقین به الله بکن در 100% 2% اخلاق اسلامی را پیدا کرده نمیتونی. 5% عقیده اسلامی را در مجامع اسلامی پیدا کرده نمیتونی. وحدت و اتفاقی را که الله بر ما امر کرده در بین مسلمان ها 3% دیده نمیشه. به شعبات مختلف تقسیم شده، پاش کرده. در هر جا مسلمان سرکوب شود، در هر جا مسلمان زیر شکنجه باشه، توهین شود، تحقیر شود، سری ناموشش تعرض شود، سری مساجدش تعرض شود، به حیله های مختلف مراکز دعوتی و مساجد ویران شود. این گپ عادی نیست. این سخنی که امروز از سردمدار امریکا برآمده این گپ عادی نیست. این آتش در دادن است در بین او جامعه که واقعا غیرت ایمان و اسلام در قلبش است و در بین این دنیایی که دنیای کفر است. امروز سخنای مملکت آلمان دیدم که برای رئیس جمهوری امریکا میگه که این بسیار خطرناک استی. سخنی درک میکنه، میفهمه، اما ما این را به نقص خود نمیدانیم. ما یقین به این داریم که الله سبحانه و تعالی ناگهان از زبان همچو خبثا امی اظهار کینه و دشمنی خود از دهنشان میکشه تا که این مسلمان ها بدانه که یا دشمن است
یا دوست نیست. به عنوان دوستی به اسلام کسی که این باور داره خلاف مصداق آیات قرآن کریم است. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. تا وقتی که بیدینی دموکراسی را تو پیاده نکردی، به الله قسم اگر از تو خوش شوه و از تو راضی شوه، 1 روپیه خود را وادار نیست که سری تو مصرف کنه. عقل ما کجا میره؟ هوش ما کجا میره؟ باز هم رسپان دوستی را با قطعزوا اوار کنیم، هموار کنیم، دوست باشیم. بله، در سخت امتحانات قرار میگیریم. افراد و حکومت ها، جماعت مسلمان ها، گروه ها، تنظیم ها، انتها زور ما چی است؟ تایید دموکراسی مظاهره کشیدن، مردم مسلمان اذیت دادن. یکی در شفاخانه میره، یکی در کار روزگار میره، رایشان بند کو، دکانها را چور کو، یک کمی خساره را به مسلمان ها برسان. با آواز ها نمیشه. 1 میلیون دفعه قدس از ماست، قدس از ماست، بیت المقدس آزاد شود. من قطعی بیت المقدس هستم نیستم. اما خیلی ادناترین چیزی که در وسع قدرتم است که نماز بخوانم، دعا بکنم، به الله رجوع بکنم، دین خودم محکم بکنم، که سبب نصرت است. ان تنصر الله ینصرکم. اگر ما دین الله را نصرت کردیم، دین همونطور نگذاشتیم، از دین فاصله نگرفتیم، افکار ای قرده و خنازیر را به جامعه خود نآوردیم، از ما استقبال نکردیم، ما سر دین خود عزت داشته باشیم، به دین خود ببالیم و دین خود از سبب عزت خود بشماریم، گویی دنیای کفر این طمع توقع را از مسلمان ها کرده نمیتونه. ولی با تأسف که امت آنقدر پاش ساخته، جمع شدن از خیلی مشکل است. با الله قسم حالت میایه من امروی شاگرد خود مناقشه دارم که ثابت کنم که من مسلمان هستم یا نه، که نه مرتد هستم، کافر هستم. تا این حد دنیای کفر سر ما کار کرده. تا این حد امروز مردم حیران است که ما مسلمان خدا بگویم یا نه کافر. چرا؟ به خاطری که فتواها از هر طرف از کفر سرش میرسه. این کاری کی است؟ ما را کی تقسیم کرده؟ چه مناقشه ای داریم؟ این جنگ، این عداوت، این دشمنی، این بمبارد، این نزاع و کشمکش در ممالک اسلامی چرا است؟ چرا در ممالک کفری؟ اروپا یکی میشه با سیاست های مختلف خود، با سیاست هایی که یکی در ضد دیگه هست، اما بر علیه مسلمان یک دست است، از یک جاغه سر کشیده، در هر جا مسلمان سرکوب میکنه، کلگی یک فتوا میده. مسلمان است که تمجید کنه یهود و نصارا را کفاره و فتوا بده بر علیه برادر مسلمانی خود. شاباس، آفرینت. روزی میرسی که آب تو چرخی کدام آسیا را گردانیده بود، از اسلام یا از کفاره؟ از کدام میشه؟ میایه الله سبحانه و تعالی از ما سوال میکنه بصیرت دینی ما کجا شد؟ نور توحید در قلب انسان نه، انسان هوشیار میشه. انسان گاه سر سجده را بغیر الله به مخلوق قطعا نمیگذاره. غلامی و نوکری غیر الله سبحانه و تعالی را از دیگه کسی نمیکنه. خب جنازه اسلام خوانده شده، ما بهره از واقعیت و حقیقت اسلام نداریم، مفهوم اسلام به اصل معناش درک نکردیم. انرژی و طاقت علمای ما کلش به فتواها تیر میشه که او کافر است، او کافر است، او مرتد است، او کافر است، او مرتد است. جنازه، جمعه، مسجد، عید، کلش فقط اینمی گپا است. یهود و نصارا را کس نمیشناسه که کی است، چی میکنه، در اینجا چی میشه. اناجیل توزیع میشه، انجیلا توزیع میشه، مرکزها وجود داره، دعوت علنی داده میشه، رسانه ها اکمال میشه، از پشت سر چیزی را به اولاد تو پیش میکنه که سبا روزو اولاد تو نیست، سبا رو زن تو نیست، اقارب تو نیست. زهر پاشیده رو ایست ما آرام نشسته هستیم، دهن خود باز کردیم علیه یک گروپ مسلمان که بسیار مشترکات قط ما داره. شاید در چند مسائل قط ما مخالفت داشته باشه بنابر فهمی که داره از یک نس، شاید از روی تعصب هم نباشه، اما فهمش هست، اما برداشتش هست. ما گرفتیم
به جز از اینکه مسلمان از خود دور کنیم، کفار به خود نزدیک کرده رایستیم. در دسترخوان ما کافر قرار داره، در دوستی ما کافر قرار داره، در معامله ما کافر قرار داره، در پشتیبانی ما کافر قرار داره. عقیده ما به این شده که نعوذ بالله عزت ما پیش کفار است. ما بعد از این استقبال بکنم، فرامین و قوانین از این را باید بپذیرم. الله اکبر. کجا میریم؟ کدام طرف میریم؟ الله سبحانه و تعالی از همچو احمقا اینمی قسم سخنایش از دهن میکشانه. شما مسلمان ها را الله بیدار میسازه که ببینی دشمن چی میگه. بیت المقدس کدام جای است؟ دنیا نمیشناسه که بیت المقدس کدام جای است، کدام مقام است، چی منزلت و مکانت در دین اسلام داره. ارتباط تمام افراد مسلمان در گوشه گوشه جان با بیت المقدس از نگاه عقیده هست، از نگاه دین است. تعلق ما، رابطه ما با بیت المقدس و فلسطین از روی از این است که یک سرزمین مسلمان است. نه، ما آنقدر رابطه قوی عقیدوی در اونجا داریم، عقیدوی داریم. بعد از مسجد حرام، یعنی بعد از کعبه، دومین مسجدی که در روی زمین برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنا شده بیت المقدس است. دومین مسجد که در روی عبادت الله شود. محبت جایگاه وحی انبیاء علیهم السلام است، مرکز امامت انبیاء علیهم السلام است، جایی که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ثبوت جایگاهش که حتی برای انبیاء علیهم السلام در روز قیامت شفاعت بکنه، در دنیا بعد امامت برای انبیاء علیهم السلام بکنه. امام اعظم محمد رسول الله، الله انبیاء را زنده میکنه، قطش جماعت میکنه، دمی بیت المقدس جماعت میکنه. مرکزی که رسول الله، الله اکبر، عام الحزن است. ابو طالب وفات کرده، جار جنجال کفار زیاد شده، بیکس و کوی باقی مانده. بزرگترین مشوره دهنده رسول الله خدیجه رضی الله عنها او وفات میکنه. عام الحزن است. الله میمانی میده به رسول الله. خب از کجا بالا میبره شده آسمان ها؟ میفهمی از کجا میبره؟ از صخره بیت المقدس که فعلا در زیر قبه قرار داره، در زیر قبه قرار داره، مرکز دنیاست. عیسی علیه السلام نازل میشه، پس دوباره همونجا نازل میشه. قبله اولی مسلمان هاست. پیغمبر علیه السلام که مدینه منوره هجرت کرده 16 یا 17 ماه طرف بیت المقدس نماز خوانده، طرف بیت المقدس نماز خوانده. در قرآن کریم و سرزمین مقدس گفته، در یک جای نه، به 10 جای. من یک آیت براتون خواندم: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاکیست برای الله از هر قسم نسبتهای غلط و ناروا. الله پاک است. نه در صفات الله، اون چیزی که لایق الله نیست الله از او پاک است. در افعال الله، الله پاک است از او افعالی که ناشایسته است، لایق شان الله نیست. در اقوال الله سبحانه و تعالی پاک است. او قولی که لایق شان الله سبحانه و تعالی نیست الله از او پاک است. در هیچ سوره قرآن کریم سبحانه نه آورده نشده، در این صورت آورده شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مدت کم سفر 1 ماه طی میشه، بعد از او آسمانا میبره. در یک هزی شب از عقل بعید است. ذهن باشه که را تسلیم بکنه، مثل ذهن ابو بکر رضی الله عنه. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه میکنه از معراج خود، مشرکین استهزا میکنه، اشپیلاقا میکنه. میاد پیش ابو بکر رضی الله عنه، حالی رفیقت بیبی دیگه دیوانه شده، میگه در یک کم حسی شب بیت المقدس رفته، باز از اونجا به آسمان سفر کرده. گفت میگه می قسم؟ گفت بله. گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم حق میگه. رفت پیش پیغمبر علیه السلام. اولاد شهوات، اولاد ماده پرستا امروز درک میکنه، امروز میفهمه که درس اختراعات کی برش داده بود. تا وقتی که یک امری را قرآن قصه نکرده باشه، این دنیای کفر اقدام برای جور کردن از او نمیکنه. تا وقتی که از قرآن فتوا نگیره کی ممکن است یا نه.
طی کردن مسافه یک ماه در 1 ساعت و 2 ساعت و 3 ساعت چقدر است؟ از اینجا در عربستان در چند ساعت میرسیم؟ 4 ساعت ما و شما حرکت میکنیم، اونم تیل میگیره. طیاره اوره چی میکنی؟ سرعتی که توسط راکت هایی که در ماهواره فضایی خود پیش میکنه، او در 1 ثانیه چقدر سفر میکنه؟ حالی کجا میرن؟ الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم از اونجا در معراج رفته. سفری که از مسجد حرام تا مسجد اقصا شده ایرا اسرا مینامه، در شب بردن. معراج بالا رفتن میگه که از اونجا شروع شده، در سدرة المنتهی. الله سبحانه و تعالی میگه پاک است الله الذی اسرا بعبده، نمیگه برسوله، نمیگه بنبیه، نمیگه بمحمد، میگه بعبده. بزرگترین درجه کمال در انسان چیست؟ عبدیت است. عبدیت میفهمی؟ در هر لحظه احساس احتیاجی به الله سبحانه و تعالی. ما و شما در عمر و زندگی خود در 1 روز چندین مراتب الله را فراموش میکنیم. بنده هوا و هوس میشیم، بنده مادیات دنیا میشیم، بنده محبت زن و مال اولاد میشیم، بنده رسم و رواجا میشیم. الله در یاد ما نمیباشه. رسول الله 1 لحظه از یاد الله فراموش نیست، غافل نیست. عبدیت از او کامل است. درک میکنه ما کیستم. یک انسانی که در آسمان ها سفر کرده باشه، بعد علما و شما او را نعوذ بالله، نصرانیا عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد به حکم الله، یا عین الله برش گفت، یا سیوم الله برش گفت، یا ابن الله برش گفت. الله سبحانه و تعالی امت محمد رسول الله را طور میفهمانه که امت پیغمبر علیه السلام با اینمی منزلت و مقام رسول الله بازم چیست؟ عبد است. عبد بنده الله است. ملجا و معوا نیست کسی را پناه بده، کسی را امداد کنه. مالک نفع و ضرر نیست. درس بر ما میده. از امو خاطر جزء شهادت ما است که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. در تحیات شما همیشه امی کلمات تکرار میکنه. چرا؟ به خاطر که این منزلتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، ما باید هر روز دیگه در قبر پیغمبر میله ها جور شود. امی مسلمان است. قبرای مردم دیگر، شخصیتی که ممتاز انبیا علیهم السلام است، قبر از او برای سفارش و شفاعت خواهی نیست که مردم بروه مرض خود سوال کنه، حاجت خود بخواه. الله سبحانه و تعالی قبر از او را مسئول نگاه کرده. کسی را اوجا حاکم میسازه که موحد میباشه. ما استیم که معلوم هم نیست که یک کسی صاحب قبر در جنت است یا دوزخ، لیکن ما او را مالک نفع و ضرر شمرده رایستیم و خود مسلمان هم میگیم، پیبر تابعدار امیر رسول الله میگیم و تابعدار قرآن میگیم. عجیب نیست؟ بسیار عجیب نیست؟ در پیش قبر سری سجده را مانده، طواف کردن، ذبح به نام غیر الله کردن، نظر به نام غیر الله کردن، دعا از غیر الله خواستن. کدام مفهوم عبدیت در ما کامل شده؟ راستانه بگید چقدر احساس داریم که ما به الله محتاج هستیم؟ امروز به کیستیم؟ کلانای ما جمع میشه میگه نه این موزه پایا، این مردمای کفار که در مملکت نباشه مملکت و ایران میشه. هیچ اتکا به این نداره که عزتمندی پیش الله است، رزق پیش الله است، سعادت و نیکبختی پیش الله است. ما بجای از اینکه دستا را دراز بکنیم به این کفار که برای ما پرتو، به الله دست دراز کنیم، امت توجیه کنیم که ای امت مسلمانی واقعی شوی، دین به مفهوم اصلیش بپذیری، معنا و مفهوم لا اله الا الله را در زندگیتان پیاده کنی، محمد رسول الله را معالم و نشانه هاش در زندگیتان معلوم شوه. در این کار بکنیم، مردم توجیه بدیم، علما را معاش بدیم که ترجمه قرآن شروع کنی که برکت های الله سبحانه و تعالی چه قسم سرت نازل میشه. باز ضرورت به امریکا و چین و روسیه و انگلستان و فرانسه و آلمان پیدا میشه یا نمیشه؟ ملاهای ما جمع شده بود، گلس کی بکنیم؟ بزرگا و خبره و رهبرا جمع شده بود، فتوایشان اتفاقشان به این بود که دنیای کفر نمیمانیم.
امینجا باشه، امینجا باشه، امینجا باشه. این میتور حالت باشه. ما خدا نشناختیم که کی هستیم، به کی محتاج هستیم، اختیارات زندگی ما مالک نفع و ضرر کی است. عقیده داشتیم؟ یقینا نمیتور عقیده بود؟ داشتیم؟ الله سبحانه و تعالی رحم بکنه. الله میفرماید بنده خدا لیلم، عبد میگه، اشاره به این میکنه که پیغمبر با روح و جسد بالا رفته، تنها روح نیست. در کجا بردشه؟ سیر سفرش در کجا بود؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، دو مسجدی که خیلی دور است از مسجد حرام، در مسافه خیلی بعید قرار داره. کدام مسجد است؟ مسجد اقصی. قرآن چطور توصیفش میکنه؟ الله چه قسم مرتبه از ویرا برای ما بیان میکنه که ما مسلمان ها درک بکنیم که این مسجد از دست دادنی است. هر کس سری عزیز قبضه بکنه ما قرار آرام بشینیم؟ کلا قطعنا الذی بارکنا حوله. خودش چی میکنی؟ خودش که الله چی تقدیس برش داده، چی مقام و منزلت را برش داده، ما حولش هم الله برکت داده، ام برکت معنوی ام مادی. آبشارهای زیبا، هوای زیبا، کشت و زراعت زیبا، میوه های گوناگون، برکت مادی است. برکت معنوی، دعوت های انبیاء علیهم السلام در اونجا خیلی زیاد بوده. او سرزمین دعوت دین الله سبحانه و تعالی است. یک منطقه وقتی قدر و قیمت پیدا میکنه که در اونجا اطاعت الله سبحانه و تعالی صورت میگیره، در اونجا حکم الله قائم میشه، تطبیق میشه. منطقه او وقت منطقه جور میشه، او وقت قابل قدر میشه. الله برای ما میگه ما حولش ما برکت دادیم. لنوریه من آیاتنا. پیغمبر چرا بالا برده؟ به خاطری که از نشانه های قدرت خود الله سبحانه و تعالی میگه من برش نشان بدم. انه هو السمیع البصیر. الله است میشنوه فریاد، دعا را، مطالبه را، آواز. بصیر است، میبینه کی خیلی زیاد به الله التجا میکنه، کیست که به الله پناه میبره، کیست که به الله خود محتاج ساخته، کی است که تعلق قلبش از جانش، از وجودش، از ضمیرش به الله سبحانه و تعالی خیلی وابستگی داره. چقدر تعلق داریم، چقدر تعلق داریم، چقدر الله در یاد ماست. 5 وقت برای 5 دقیقه میخیزیم، آنقدر ورخطا میباشیم در خواندن نماز که پرسان نکن. قسم بده بعضی مردم یقین به الله بگو که نماز بخونه، برش بگوی که کدام سورت خوندی، میگه والا در یادم نماند. این تعلقی ماست، این تعلق. دیگه تعلق خو ما نداریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که ابی هریره رو نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ مقام متبرک و مقدس هر قدر منزلت و قدر داشته باشه برش سفر نمیشه، برای زیارتش سفر جایز نیست. برای از اینکه ما اونجا برم دائم قبول شوه سفر جایز نیست. قطعا این گپی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. لا تشد الرحال. کوچا بسته نمیشه، بسترا بسته نمیشه که کوچ بکنی، الا الى 3 مساجد، مگر برای 3 مسجد بسته میشه. یک آدم از اینجا حرکت میکنه میگه میرم در بیت المقدس در اونجا نماز بخوانم، بالکل میتونه. پیغمبر اسلام اجازه داد، این سفر جایز است. چرا؟ به خاطری که مزیتی را الله سبحانه و تعالی در او جاها داده، در او جاها داده. خودی پیغمبر میگه. الله اکبر. در حدیث دیگه است دجال سر کل منطقه ها گشت و گذار بکنه، داخل میشه، هیچ قریه و منطقه را نمیمانه، میگرده. در 4 جای داخل شده نمیتونه. در مسجد حرام، در مسجد نبوی مدینه، در بیت المقدس، در کوی تور نمیتونه داخل شده. الله اکبر. در حدیث میاد، حدیث سلیمان علیه السلام وقتی که بنا کرد مسجد، این ترمیم کرد. اصل بنایش قبلا بود، چرا که در بین بنای کعبه و بنای بیت المقدس 40 سال زمان است. از او خاطر اصل بانی یا ملائک یا آدم علیه السلام است. بعد از او ترمیمات شده. ابراهیم علیه السلام ترمیم کرده،
یعقوب علیه السلام ترمیم کرده، سلیمان علیه السلام ترمیم یعقوب علیه السلام تکمیل کرده. چرا؟ به خاطری که در حدیث میآید ابیذر رضی الله عنه میفرماید ما از پیغمبر علیه السلام سوال کردم که یا رسول الله ای مسجد وضع فی الارض اول مسجد در روی زمین کدام بود؟ رسول الله قال المسجد الحرام. قال باز میگه ابیذر رضی الله قلت ثم ایو، باز کدام مسجد؟ رسول الله قال ثم المسجد الاقصی، دوم مسجدی که بنا شده او مسجد اقصی است، یعنی بیت المقدس، مسجد بیت المقدس است. قال قلت کم کان بینهما، چقدر مسافه و زمانه بود در بین اردویش؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت 40 سنه، 40 سال در بین مسافه بود. بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینما ادرکت الصلاه، هر جایی که شما را درکت نماز، وقت نماز سرتان رسید فصلی فإن كلها مسجد، چرا کل زمین مسجد است. فصلی فهو مسجد، او مسجد است، همون جایی که تو نماز میخوانی. ضرورت نیست که تو اینطور سفرهای دور و دراز به جای دیگه بکنی. این مسجد هایی است که الله سبحانه و تعالی مزیت داده. در حدیث دیگه که سلیمان علیه السلام را جور کرد، سأل الله خلالا ثلاثه، سه خصلت یا سه موضوع را به الله سبحانه و تعالی پیش کرد، سوال کرد، درخواست کرد. اول از الله سبحانه و تعالی سوال کرد حکم فیصله را یصادف حکمه. سأل الله عز وجل حکما یصادف حکمه، از الله سوال کرد که یا الله فیصله من مطابق فیصله تو باشه، خطا نشم در فیصله، یا حکمی که میکنم حکم موافق از او باشه. دوم سوال کرد ثم سأل الله، بعد از او سوال کرد چی را سوال کرد؟ که سأل الله ملکا لا ينبغي لأحد، اینطور پادشاهی را الله برای از او بده که برای کسی دیگر مناسب نباشه. سر جنیات حکومت کرد، تمامی کارهای شاقه خود سر جنیات میکرد، کل جنیات برش تابع بود، پادشاهی کرد، الله برش همون رقم خصوصیت داده بود. ثم سأل الله، بعد از الله سوال کرد سلیمان علیه السلام حین فرغ عن بناء المسجد، زمانی که از بنای مسجد فارغ شد چی را سوال کرد؟ الله یأتیه احد، که نبیاد این مسجدی ما که بنا کردیم یک شخصی، لا ینهزه الا الصلاة، که ای را بالا نکرده باشه، وادار نساخته باشه مگر نمازی را وادار ساخته باشه، هیچ قصد دیگر را نداشته باشه، فقط برای نماز در بیت المقدس بیاید، مگر نماز در بیت المقدس، الا مگر الله سبحانه و تعالی را چی بکنه؟ یخرجه من خطیئته، بکشش از گناهش، که یوم ولدته امه، به مثل که از مادر تولد شده باشه. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اما اثنتان، هرچی دو تا بود، یعنی دو سوال اولش فقط اعطیهما، یقینا برش اردویش داده شد به سلیمان علیه السلام. او سوالم قبول شد که حکمش موافق حکم الله باشه، این سوالم قبول شد که پادشاهیش برای ازی باشه، به کسی دیگه مناسب نباشه. بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ که بعد از او و ارجو ان یکون قد اعطی الثالثه، امید دارم که برش سوم هم داده شده باشه، یعنی الله هر کسی که به این نیت در اونجا میروه نماز بخونه بر غرض نماز، برای از مسجد مستی که از مادر تولد شده باشه. ابن عمر رضی الله عنهما برای تعمیل حدیث زمانی که داخل میشد در بیت المقدس در مسجد اقصی، حتی آبی مسجد هم نمیخورد، گفت به خاطر از اینکه نیتم فقط و فقط چی باشه؟ نماز باشه، چیزی دیگری نباشه، به خاطری که در این حدیث ما داخل شد. الله برش مقام داده. کل مخلوق در بیت المقدس در سرزمین شام جمع میشه، روز محشر برش میگه، کل مخلوق از اونجا نشر میشه. از پیغمبر علیه السلام میمونه کنیز پیغمبر علیه السلام سوال میکنه، از پیغمبر علیه السلام گفت قلت یا رسول الله افتیا فی المسجد الاقصی فی بیت المقدس،
در مورد بیت المقدس بر ما فتوا بده. پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفتی هی ارض الچیستا محشر و المنشر، این سرزمین جمع کردن خلایق مخلوقات هم است و پس نشر شام است. پس تعلق ما مسلمان ها با او سرزمین تعلق یک جغرافیا نیست، تعلق یک سرزمین عادی نیست. تعلق ما با او منطقه، با او دیار، تعلق عقیده است، تعلق دین است. هیچ نوع تسلط دنیای کفر خصوصا اسرائیل هر مسلمان نمیخواه، هر مسلمان نمیخواه، ولی الله سبحانه و تعالی اینی طور حالتا را میاره که ببینه این دنیای عرب ببین با این کشوفش خود، با این غیرت و جوش خود، با این اسلام و توحید خود که چی میکنن، تا چی اندازه را از او سرزمین دفاع کرده میتونه. ممالک اسلامی همجوار و نزدیکش اولتر سرشان این مسئولیت افتاده، ما خود دورتر هستیم. امروز یک جوان مسلمان جرم است برش اگر برای کمک برادر مسلمان خود بروه، قطعا بندی میشی، قانون است. اما برای دفاع از کمونستا، دفاع از ظالما هر قدر نیرو روان میکنی، هیچ کسی دمیرای تا گرفته نمیتونه. از این افغانستان امام مردم برای کمک بشار اسد میره، ظالم ترین شخص در دنیا و در عصر فیلی ما، بلکه علنا بیان میشه، تمجید میشه کسایی که از اونجا حرکت کرده. به شما میگم ای سرپرستا، روز قیامت آمده نیست، در پیش الله سبحانه و تعالی استاد شده نیستی. نگویی که 4 روز زندگی مرفه و پر نعمته من اینجا بگذرانم. روزی در قبر میری، بستریت خاک میباشه، بالشتت خاک میباشه، خورنده تو کرم میباشه، به الله سبحانه و تعالی پیش میشی، جواب میدی. جناب محترم، که اگر کسی دفاع از دین خود میکنه او تروریست است. اگر کسی نعوذ بالله برای دفاع از ظالم میره هیچ گپی نیست، او قابل تمجید است. بله، اگر در دنیای محاسبه صورت نگیره عقیده به آخرت داریم، الله سبحانه و تعالی سوال کرده نیست. بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين وجرحي يلون درب المدى ولولا الهدى